در سالی که گذشت علاوه بر خوشی‌ها و شادی‌هایی که داشتیم، اتفاقهای خیلی بدی رو تجربه کردیم که مثل شب سیاه و تاریک بودن و باور کرده بودیم که همه چی در حال نابود شدنه. اما یک نیروی قوی و مهربان تمام اون شب‌ها و سیاهی‌ها رو به روشنایی روز رسوند. همان نیرویی که سرزمینمون ایران رو به کوری چشم دشمنانش پربرکت و آباد و طلایی آفرید و ما را زنده و سربلند از تمام دسیسه‌های دشمن خودی و ناخودی تا به امروز حفظ کرد. آن نیروی فوق‌العاده که خداوند بی‌نهایت مهربان ایران زمین است، بدون شک امسال رو شروع خوشی‌ها و موفقیت‌هامون مقرر کرده تا به دور از هر جهل و خرافاتی پیشرفت کنیم و آرامش داشته باشیم. به امید تجربه عاشقانه‌های خداوند قشنگمون هر روز و هر شب. رفقا، سال نو مبارک. ارادتمند سیامک ندیمی.